داستان ترسناک من باید براتون توضیح بدم که ما توی خونه 2 طبقه قدیمی زندگی میکردم و من اصلا از سرما خوشم نمیومد. به خاطر همین توی زمستون هیچ پنجره‌ای تو خونه ما باز نمیشه. داستان من از اینجا شروع میشه. یه روز که من و مادرم توی خونه تنها بودی، به مادرم گفتم میرم همون و طبق معمول توی زمستون سرد هیچی بهتر از دوش آبگرم نیست. دوش گرفتم و تموم شد و آب رو قطع کردم. صدای در زدن اومد. وقتی در رو باز کردم دیدم حوله من جلوی در و برداشتم و خواستم بیام بیرون. دیدم توی اتاق بالای پله ها همون پله میخورد و پایین تر از اتاق یه زنی قد هیکل مادرم با چادر سفید سرش رفت سمت پنجره بالا و سوز بدی اومد داخل. با داد بیداد گفتم مامان داری چی کار میکنی؟ دیدم پنجره بازه و هیچ خبری از مادرم نیست. بلند داد زدم مامان تا اینکه مادرم از طبقه پایین اومد بالا. بهم گفت چی شده؟ یه رو رفته بودم پیش همسایه پایینی، حوله رو که برات گذاشته بودم. گفتم توی 2 دقیقه حالتو بر میداری و خودت خوش میکنی تموم. من بهش گفتم مادر مگه تو در نزدی؟ گفت نه دیوونه شدی. 1100 تا بدبختی و قسم حرفمو باور نکرد. مادرم گفت دیوونه شدی، ما با خودت تو اصلا پنجره باز نمی‌کنی. یادم فشارم افتاده و ترس برای مادرم تعریف کردم. امیدوارم دیگه هیچ وقت تکرار نشه.